با یاد و نام ویروس راحل و ویروس عظما جلسه امروز ستاد مقابله با بحران کرونا را آغاز میکنیم. اجازه بدید بنده در شروع این مژده رو به ملتمون بدم که آقا ما اولین کشوری هستیم در دنیا که از مرحله اوج بیماری کرونا عبور کردیم. مثل همون روزا که از رکود عبور کرده بودیم، مثل همون شنبه که قرار بود همه چیز به روال عادی برگرده، عین همون روزا سران تمامی کشورها این روزا با من تماس میگیرن، میگن حسن آخه تو چطور تونستی اینطوری بحران رو مدیریت کنی؟ چطور با این سرعت آمریکا و اروپا و تمام کهکشان راه شیری رو جا گذاشتی؟ اصلا پیشنهاد میکردن که آقا همه بزنین بغل یه چایی بخورین که بقیه دنیا هم بهتون برسن. من قبول نمیکردم. حالا دیگه ماهواره‌ها اینو باور نمیکنن، بعد یه حرفایی میزنن اصلا من خودم شاخ در میرم. ولی خب آن کسا ناقلا بالاخره سوژه تلگرامی برای همتون درست میشه دیگه. دوره ایران درست بکنیم، پست میذاریم، میگیم، میخندیم، خیلی با نشاطی، خیلی مهمه. البته باید بگم که همه کارهای ما علمی هست و سند و مدرک و آمار داریم. آقای نمکدون شیوه راهبردی رو برای ما در مقابله با کرونا توضیح میده. نمکدون بیا. بله، ما از شیوه شناخته شده خود شما استفاده کردیم، شیوه گیج کردن. ویروس الان گاوگیجه گرفته. 10 تا 15 اسفند گفتیم اصلا ویروسی نیست. 15 اسفند گفتیم ویروس هست ولی خطرناک نیست. اول فروردین گفتیم همه برن خونه هاشون. چند روز بعد شبونه ناغافل گفتیم همه بیان بیرون. بعد زوج و فردش کردیم. بعد گفتیم 3/4 سر کار، 1/7 خونه، رادیکال 2 دور کار. اصلا ویروس بحران هویت گرفته. گیج مات. علا برکت الله. اتفاقا من شب گذشته خدمت مقام عظما رسیدم. ایشون از خدمات دولت تشکر کردند و فرمودند که مردم در فروشگاه ها وفور رو مشاهده میکنن. که من عرض کردم حضرت آقا اون که شما میبینین وفور نیست، وافوره. 2 دقیقه از پای بساط تقی بلند شید ببینید مملکت چه خبره. که ایشون هم فرمودن طیب الله کل کروناتکم. ببخشید فکر کنم رئیس جمهور فرانسه است، میخواد راهنمود بگیره. اجازه بدن. الو امانوئل جان. ببخشید تناز جان تویی بابا؟ صبی است. صبی است. جان چیه بابا جان؟ شام خوردین؟ چه؟ من میام حالا، الان جلسه است آخه. شما بخوابید. آره شما بخواب. میترسید؟ از چی میترسید؟ دزد بیاد؟ نه ترس بابا جان، دزدا الان همه کنار من نشستن. نه شما برو تخت بخواب. آره قربان. نه دزدا اینجا. آره قربان آستانی داریم. دختر باباست دیگه. بله داشتم دستاوردها رو عرض می‌کردم. از موقعی که دولت تدبیر امید اومده همه اعتقادات چسبونده به طاق. طرف میره تو مغازه قیمتا رو میبینه، یا خدا. از داروخونه میاد بیرون، یا خدا. قبض برق آبو میبینه، یا خدا. اختلاسا رو میشنوه، یا خدا. از مرغ فروشی و قصابی میاد بیرون، وا حسنا. اصلا داستانیه. میدونی اینجوریه دیگه. حالا دیگه الان خوشمزه بازی بسه. در این قسمت بهتره بپردازیم به آخرین فناوری‌های ما که دستگاه ویروس یاب و کرونا قاب هستش که بنده از زیر عبام رونمایی میکنم. اجازه بدین ببینیم. یکیش اینه. این دستگاه یه چیز خفن و عجیبه که بچهای سپاه درست کردن. این رادارشه، درسته؟ این در قابلمش کو؟ بلش با همین مایتابه حساب ویروس رو میرسیم. طرز کارش به این صورت هست که ویروس میره این تو، میچرخه مثل سانتریفیوژ، میچرخه اصلا کامل تفتش میدیم. حالا ویروس تفت داده شما آماده است. کمی روغن بنفشه و عنبر نثاره و یه مقدار عصاره شتر هم بهش میزنیم. حالا امتحان میکنیم. آقا بوق نمیزنه این که این نمکتون تو 800 میلیون از ما گرفتی که نکردی یه 10-11 یه بوقی چیزی بندازی رو که روش لاغر بوق بزنه. حالت این دستگاه چند منظوره است. اگه ویروس نبود، یعنی به این صورت میچرخونی، ویروس نبود میشه به عنوان سشوار هم ازش استفاده کنی. نکنین سرعت تند و کند هم داره میزنی. من تو عرض کردم سوش مختلفه. من مثلا ابا ماما رو هم چیکار میکنی؟ باهاش میتونی چی؟ پوش بدی. یکی دیگه. حالا اینا در ادامه بنده میخواستم چند تا نگرانی رو از شما مرتفع کنم. یکی داستان قیمت نفت هست
که بنده خودم پیشنهاد دادم که کل نفت دنیا رو بدن دست من، آقا شما ببینید چجور من قیمت ها رو میبرم بالا. باور نمیکنید؟ برید قیمت سکه، گوشت، گوجه، پیاز، ماکارونی، پراید، اینا ارز رو ببینید شما، ببینید من چجوری بردمش بالا. خب اینم میبرم بالا. گفتم نگران ارزم نباشید، الان نگران درز باشید. درز هوای ولایت که این روزا بد جوری قورچش در آمده. خب دیگه حالا برای امروز دیگه فکر می‌کنم کافیه، خیلی با کرونا مبارزه کردیم، خسته شدیم. بریم به کارهای اصلیمون که همون اختلاس و دزدی و موزی و این چیزاست بپردازیم. کی بود؟ دستگاه بود؟ رادارش سمت منه که الا بوغکلا.